سلام، سعید علیبخشی هستم. خیلی خوشحالم که با یک ویدیوی دیگه در حوزه آپیتراپی و زنبور درمانی در خدمتتونم. اگر شما جز اون دسته افرادی هستید که باشگاه بدنسازی میرید و پروتئین وی مصرف کردید و عوارض شما رو اذیت کرده، یا نه به خاطر قیمت بالاش مرددید که بخرید یا نخرید، یا قصد دارید که به باشگاه بدنسازی برید و نگران عوارض مصرف چنین مکملایی هستید، این ویدیو مال شماست. من نمیگم این مکملات رو مصرف نکنید، ولی اصرار دارم که حتما عوارضش رو بدونید و آگاهانه تصمیم بگیرید. به خود این مکملات مشکلی ندارن، اتفاقا تأثیرات تمرینات هم بیشتر میکنن، ولی مشکل اینجاست که به اینا یه ترکیباتی اضافه میکنن که زودتر از موعد مقرر عضلات رو حجیم کنه و بدن اصطلاحاً رو بیاره. چرا این کارو انجام میدن؟ این شرکت‌ها اومدن بررسی کردن، دیدن که اگه بخوام فروششون بالا باشه و سود بیشتری کنن، باید یه کاری کنن که مصرف این پروتئین بیشتر بشه. پس اومدن یه سری ترکیبات اضافه کنن که بدن رو زودتر رو بیاره و انگیزه رو بیشتر کنه توی در واقع ورزشکارا، مخصوصا اونایی که تازه میان این کارو انجام میدن، و مصرف بیشتر یعنی سود بیشتر برای این شرکت‌ها. خب موادی که در مدت زمان کوتاهی اینقدر عضلات رو حجیم کنه قطعا بدون عوارض نیست. حالا توی یه سری افراد در کوتاه مدت، توی سری افراد دیگه در بلند مدت خودشون رو نشون میدن. اینجا چند تا از مهمترین اون عوارض رو میخوایم بگیم که به تجربه اثبات شده. یکیش کاهش میل و توان جنسیه که خیلی مهمه. یکی دیگه میتونه تأثیرات منفی که روی قلب و بعضا تپش قلبی که ایجاد میکنه، تأثیرات منفیش روی کبد، قدرت باروری رو کاهش میده و کلی عوارض ریز و درشت دیگه. توی این ویدیو یه مکمل جایگزین میخوایم معرفی کنیم که اولا نه تنها عوارضی که گفتیم رو ندارن، که محدودیت مصرف خاصی هم نداره. آقایون، خانوما، حتی نوجوانایی که تو سن رشدن هم میتونن خیلی خوب اینو استفاده کنن و بدنشون رو تقویت کنن. دوما خیلی ارزون به صرفه است. سوما محققین اثبات کردن این مکمل خواص شگفت انگیز و بی‌نظیری داره که از شما بدنساز و ورزشکار قوی‌تری میسازه. این مکمل از دو ماده غذایی کاملا ارگانیک و طبیعی که هر دوتاشون از طبیعت به دست میان درست میشه: گرده گل زنبور عسل و عسل طبیعی. گرده گل بخش سلول نری گل گیاهه که زنبور عسل یه سری آنزیما رو بهش اضافه میکنه، به صورت گوله‌ای در میاره و به پاش وصل میکنه، با خودش به کندو میبره. زنبور دارن با استفاده از وسیله‌ای به نام تله گردگیر میاد اونا رو برداشت میکنه. شاید واسهتون جالب باشه بدونید که مهمترین غذای زنبور عسل خود عسل نیست، گرده گله که پروتئین مورد نیاز بدنش رو با اون تامین میکنه. گرده گل پر از ویتامین، املاح معدنی و کربوهیدراته، ولی اون بخشش که این خاص میکنه برای بدنسازا حجم و مقدار زیاد پروتئین اونه. گرده گل از نوع با کیفیتش به اندازه گوشت و حتی بیشتر از گوشت پروتئین داره، یعنی توی هر 100 گرم 30 تا 35 گرم پروتئین داره، یعنی چیزی معادل 5 تا 6 تا تخم مرغ. گرده گل هم ویتامین محلول در آب داره، هم ویتامین محلول در چربی، یعنی هم میتونیم اونو با آب مخلوط کنیم و مصرف کنیم، هم با چیزی مثل شیر که چربه. مثل هر مولتی ویتامین دیگه طعم جذابی نداره، یه مقدار طعم تلخی داره که اونم به خاطر فلانوئیدایی که توش هستن. پس پیشنهاد میشه که اونو با شربت عسل مخلوط کنیم که طعمش رو پوشش بده. اگر هم دوست داشتید میتونید چند قطره گلاب هم بهش اضافه کنید که خوش‌طعم‌تر بشه. اینطوری علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز بدن برای بدنسازی، قند مورد نیاز بدن هم با قند طبیعی تامین میشه. تو بدنسازی استرس شدیدی به بافت‌ها و ارگان‌های بدن وارد میشه که این باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشه. خب این یعنی ریسک بیماری تو افراد ورزشکار و افرادی که ورزش سنگین انجام میدن بالا میره. تو روسیه تحقیق انجام دادن که اومدن به تعدادی از ورزشکارا به مدت 8 هفته ترکیب عسل و گرده گل دادن و بعد بررسی کردن، دیدن لنفوسیتی این افراد، یعنی سیستم ایمنیشون به طرز قابل توجهی تقویت شده و سطح کارایی هموگلوبین و پروتئین تو این افراد افزایش پیدا کرده. توی تحقیق دیگه هم محققا متوجه شدن که مصرف گرده گل و عسل باعث افزایش اکسیژن رسانی به بدن میشه و متابولیسم و سوخت و ساز بدن رو بالا میبره. این یعنی انرژی قابل دسترس بدن به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه. بخوام خودمون رو بگم یعنی زورمون زیادتر میشه، پس میتونیم تمرینات سنگین‌تر و بهتری رو انجام بدیم. یه عنصر خیلی مهم دیگه توی گرده گل پتاسیمه. می‌دونیم که پتاسیم برای ورزشکارا خیلی مهمه، چون باعث جلوگیری یا رفع گرفتگی عضلات میشه. قبل از این بخوایم سراغ طرز تهیه این مکمل ارگانیک بریم،
اگر به سلامتیتون اهمیت میدید و دنبال راهکارهای ارگانیک و طبیعی برای تقویت بدنتون یا درمان بیماری هستید، حتما پلیلیست آپیتراپی ما رو که این بالا هست مشاهده کنید. اگر هم دوست داشتید میتونید توی کانال سابسکرایب کنید که وقتی که ما ویدیو جدید رو گذاشتیم یوتیوب به شما نوتیفیکیشن بده تا در سریع‌ترین زمان ممکن مطلع بشید و بیاید ویدیو رو ببینید. خب دیگه وقتشه بریم سراغ طرز تهیه این مکمل پروتئینی ارگانیک. از اونجایی که گردگل دونه‌های رنگیه که یه لایه و یه قشایی داره، برای اینکه بهتر بشه در واقع توی حلالش حل بشه، بهتره که اونو اول آسیابش کنیم تا هم راحت توی آب یا حالا شیر حل بشه، هم راحت تر جذب بدن بشه. 40 تا 50 گرم گردگل، یعنی معادل 4-5 قاشق غذاخوری رو می‌ریزیم داخل آسیاب. بعد از چند بار که مطمئن میشیم که پودر شد، باز میکنیم این که پودر شد. گردگل آسیاب شده رو داخل ظرفمون یا حالا شیکر میریزیم. آب بهش اضافه میکنیم. حالا نوبت عسله. دیگه بسته سلیقه خودتون داره که چقدر بخواید شیرین باشه و چقدر شیرین بپسندید. چند قطره هم خوب گلاب اضافه میکنیم. کافیه. درشو میبندیم و محکم شروع میکنیم به هم زدن. الان مکمل ارگانیکمون به همین راحتی آماده است و میتونیم با خودمون در حین ورزش کردن و بعدش مصرف کنیم. هر دفعه به اندازه مصرف این ترکیب رو درست کنید و با خودتون به باشگاه ببرید. این زیاد درست نکنید. سرعت تخمیر گردگل بالاست. نکته بعدی، بعد از ظرف گردگلی که آسیاب کردید رو حتما محکم ببندید و در یخچال نگهداری کنید. افرادی که آسم دارن یا حساسیت‌های خاصی دارن حتما با مشورت پزشکشون مصرف کنن. اگر شما هم تجربه مصرف مکمل‌های صنعتی دارید حتما با ما در میون بذارید. اگر همین مطلب واسهتون مفید بود ما رو با لایک و کامنت حمایت کنید و این ویدیو رو برای دوستان بدنسازتون که خیلی دوستشون دارید و سلامتیشون واسهتون مهمه ارسال کنید. اگر هم این مکمل رو درست کردید و با خودتون باشگاه بردید حتما بیاید تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید.